با سلام خدمت تمامی شما بینندگان محترم صدای کارگر سوسیالیست و کمیته اقدام کارگری در ایران. در روزهای گذشته خبر مرگ فیدل کاسترو در سراسر جهان پیچید و واکنش‌های متفاوتی هم به اون صورت گرفت. بخشی از این واکنش‌ها در حوزه جریانات چپ ایران بود و به همین دلیل بر اون شدیم که تا در این خصوص بحث و ارزیابی از تحلیل‌های مختلف و همچنین ارزیابی از موضع مارکسیستی به موضوع مرگ فیدل کاسترو و حاکمیتش در کوبا داشته باشیم. بنابراین دعوت کردیم از رفیق علیرضا بیانی از اعضای گرایش مارکسیست‌های انقلابی که با ایشون مصاحبه‌ای داشته باشیم و نقطه نظرات ایشون رو با شما در میون بذاریم. با درود رفیق علیرضا بیانی که این دعوت رو پذیرفتید. مقدمتاً میخواستم تحلیل و ارزیابی خودتون رو از مرگ فیدل کاسترو با مخاطبین این برنامه در میون بذارید. من هم درود میفرستم خدمت بینندگان صدای کارگر سوسیالیست و همینطور شما رفیق امید گرامی و ممنونم از اینکه این مصاحبه رو ترتیب دادید. در رابطه با سوال شما پیرامون اوضاع کوبا و مرگ فیدل کاسترو، اتفاقا موضوع بسیار مهمیه، نه از حیث این که خب به هر حال فیدل کاسترو فوت شده و هر مرگ این چنینی موضوع ویژه‌ای رو طلب میکنه یا به موضوع ویژه‌ای تبدیل میشه، بلکه از این منظر که مرگ فیدل کاسترو باعث شد تا گرایشات مختلفی تو طیف چپ در واقع خصوصیات اصلیشون رو دوباره بروز بدن، اون خصوصیات و اون در واقع دیدگاه هایی که به دلیل پیشرفت جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی در سطح جهانی عقب زده شده بود، یعنی نقدهای مهمی به اونا شده بود و کسی دیگه تقریبا نمیتونست بیاد به شکل علنی و آشکار از مواضع قدیم چپ سنتی دفاع بکنه و اونها رو به شکلی مسکوت باقی گذاشته بود. اصولا خصلت سانتریستی هم در واقع مسکوت باقی گذاردن مواضع اساسی است، مگر اینکه در شرایط مشخصی امکان بروز اون فراهم بشه. مرگ فیدل کاسترو در واقع این شرایط فراهم کرد. بنابراین یک طیف از واکنش دهندگان به مرگ فیدل کاسترو طیف چپی هستند که در واقع برای مرگ فیدل کاسترو سوگواری میکنن، به بهانه سوگواری مرگ فیدل کاسترو از او دفاع میکنن و به بهانه این دفاع کلی از خطوط انقلابی مارکسیستی رو مخدوش میکنن که ما به این میپردازیم. من الان اینو ارزیابی میکنم، ولی قبل از این یک توضیح کوتاهی بدم نسبت به طیف راستی که بخشن در چارچوب چپ قرار گرفتن و بخشن خارج از چارچوب چپ، مثل سلطنت طلب و لیبرال و اینا، نسبت به مسئله مرگ فیدل کاسترو. لازمه این توضیح بدم که خب عموما نقدها و بحث‌های بسیار سطحی ارائه میکنن و خب این همیشه اینطوری بوده. یعنی مثلا بحثاشون اینه که در کوبا دیکتاتوری بود، این نشون میده که خب با دیکتاتوری مشکل دارن، مخالفن، ولی مثلا تا جایی که مثلا به سلطنت طلب برمیگرده این دیکتاتوری رو رد میکنه، خواهان نظام سلطنتی میشه. خب این مضحکه دیگه، یعنی تناقضی که اصلا نمیشه بهش رجوع کرد. نظام سلطنتی متعلق به نظام فئودالی، مثلا سیستم فئودالی رو میخوان امروز در این دنیای کنونی مستقر کنن، ولی به دیکتاتوری مثلا کوبا اعتراض دارن. خب این نقد خارج از چارچوب چپ رو در واقع میذاریم کنار، یعنی غیر فاقد ارزش ارزیابیه، ولی گرایشات راستی هستن تو کادر چپ، رفرمیست یا به هر حال تیپایی از سوسیال دموکراسی و حتی گرایش‌های آنارشیستی که اون بیش
اینها در واقع مرگ فیدل کاسترو رو بهانه میکنن تا به مثلا حمله به دیکتاتوری در کوبا بپردازن و نقدشون هم در واقع به کلی خارج از چارچوب یک نقد کمونیستی مارکسیستیه. از جمله مثلا میگن کوبا دیکتاتوری بوده، نظام تک حزبیه و به این دلایل مثلا این کشور کوبا رو یا سیستم کوبا رو یک سیستم دیکتاتوری میدونن چون حکومت مثلا تک حزبیه. معلوم نیست مثلا تو دیدگاه اینا اگه یک حکومت 40 حزبی بود به این معنیه که پس این یک حکومت دموکراتیکه یا اساسا یک حکومت دموکراتیک حکومت مقبولیه و باید ازش دفاع کرد لزوما. اینا مخدوشه تو بحثا. اینا در واقع بحثاشون به شکل تخریبیه بیشتر. ما تو این طیف مثلا اگه بخوام اسم ببرم بخوام بی پرده حرف بزنم تا جایی که من تو فیسبوک و اینجا دیدم یه کسی به اسم سعید سالینیا هست که بحثایی میکنه بسیار سطحی و مبتذل در نقد به فیدل کاسترو و سیستم کوبا، ولی این به این معنی نیست که نقدی به کوبا و فیدل کاسترو وجود نداره یا نقد به کوبا و فیدل کاسترو بی‌معنیه به هیچ وجه. بحث بر سر این که این طیف از چپ‌ها که مبتذل در واقع بحث میکنن به ابتذال میکشونن مباحث رو به جهت گرفتن یک نتیجه انقلابی وارد نقد نمیشن، یعنی یک نقد سوسیالیستی کمونیستی ندارن نسبت به این موضوع، بلکه یک نقد ژورنالیستی گنگ و مبهم و بسیار عامی که یه چیزای کلی مطرح میکنه. این دیکتاتور اینجا مردم تو زندان نیستن، زندان هستن سیاسی ها ولی در آمریکا نیستن. از این مقایسه های ژورنالیستی، یعنی یه لیبرال هم کاملا میتونه همین حرفا رو بزنه بدونی که ادعا کنه که چپه یا کمونیسته، ولی این حضرات مدعی به اصطلاح ادعای کمونیستی دارن. از این نظره که میگم اصلا چارچوب بحثشون در واقع به ابتذال کشوندن اصل موضوع. بنابراین ما اینا رو میذاریم کنار، این دسته از به اصطلاح نقدهای سطحی و سخیف. ولی در طیف چپ دوباره یه رویکردی داریم به موضوع کوبا و فیدل کاسترو، همونطور که در اول بحثم گفتم، که این در واقع در دفاع از فیدل کاسترو، در دفاع از سیستم کوبا به 2-3 روش مختلفه. یک روش شرمگینانه و خجالت زده چون مجبوره وقتی ازش دفاع میکنه خب یک با مقادیری سر کله بزنه که قابل دفاع باشه، بنابراین توی حالت دوگانه گیر میکنه. یک جاهای میگه البته اینش خوب نبود اونش آن خوب نیست ولی در مجموع مگه میشه این ازش دفاع نکرد و الی آخر. توی این طیف پراکنده چپ که به این شکل به موضوع کوبا واکنش نشون میده، من اگه بخوام برجسته ترین بحثایی که شنیدم و دیدم و دنبال کردم و بهش بپردازم، مثلا یک طیف به اصطلاح کمونیست کارگری رو در نظر دارم. حزب کمونیست کارگری در مرکزشه که اینا در واقع دوچار یک دوگانگی خاصی میشن که همیشه در همه شرایط مشابه هم شدن و انواع تناقضاتشون میزنه بالا در اینجور مسائل. این البته خیلی بحث مفصلیه، کاش فرصتی بشه یک بار فقط به طور مجزا بر سر همین مسائل در مورد این حزب بحث کرد، ولی به طور فشرده اگه بگم مثلا این حزبیه که چپ مثلا خلقی و نمیدونم بورژوازی، اسطوره بورژوازی ملی و اینا رو نقد میکنه میذاره کنار، ولی این طرف در مورد کوبا مثلا یک تعبین بسیار سانتریستی و کلی مطرح میکنه بر اساس گفته منصور حکمت که در کوبا یک نسیم سوسیالیستی وزیدن گرفت. حالا این یعنی که تو میتونی هر چقدر دلت میخواد دفاع کنی، هر جا دوست نداشتی بگی نه نمیخوام. اونجایی که قابل دفاع بود بسپاری به حساب نسیم سوسیالیستی، اونجایی که نبود بسپاری به حساب این که مثلا فیدل کاسترو چه سازشایی میکنه با کشورهای سرمایه‌داری از جمله جمهوری اسلامی. خب نمیشه یه نسیم سوسیالیستی به این شکل هم باشه. بنابراین یک حالت دوگانه اینجوری مطرح میشه.
به خصوص تو این رابطه مثلا از رهبرانشون یک بحثی بود متعلق به مصطفی صابر که او در واقع دوچار تناقضات عجیب غریبی میشه. مثلا از یه طرف تحلیلش از ساختار اقتصادی کوبا در واقع تحلیل سرمایه‌داری دولتیه، ولی نمیتونه به صراحت هم بیاد بگه خب رهبران سرمایه دولتی رو باید نفی کرد دیگه. نمیتونی که از رهبران سرمایه دولتی دفاع کنی. اگر بشه خب چرا از استالین دفاع نمی کنید؟ مگر شوروی تحلیل شما در مورد شوروی سرمایه‌داری دولتی نبود؟ چرا پس از شوروی دفاع نمی کنید؟ موضوع روشنه، برای اینکه تا جایی که به کوبا مربوطه در واقع کنسپت حزب کمونیست کارگری انقلابی به همون سبک و سیاقه، منتها منهای روش‌های چریکی و پارتیزانیش. یعنی به این شکل که یک گروهی متشکل از عده‌ای میان قدرت رو به دست میگیرن و شروع میکنن به کارهایی که در اهدافشون هست، مثلا سوسیالیسم رو بسازن یا به قول خودشون آزادی برابری رو ایجاد کنن. بنابراین این روشی که خود فیدل کاسترو کرده، یعنی در کوبا ما شاید یک انقلاب کارگری نبودیم، شاید یک انقلابی بودیم ولی نه باز به واسطه توده های کارگر، بلکه حمایت دهقانان به طور عمده از یک گروه چریکی که رفت قدرت رو گرفت. این اون چیزیه که مد نظر دقیقا حزب کمونیست کارگریه. بنابراین از این روش دفاع میکنه. اگر این روش رو نقد بکنه یا برعکس، اگر بخواد فیدل کاسترو رو برای روش انقلابش نقد بکنه، اساس خودش رو نقد کرده. اگر بخواد ازش دفاع بکنه، مشکلش با تناقضاتیه که در رابطه با ساختار کوبا وجود داره و بنابراین یک ملغمه ای از دفاع و نفی و انتقاد و با هم قراقاتی ارائه میده از زبان رهبران مختلفش به گونه‌های مختلف. مثلا علی جوادی روش قدرتگیری در واقع فیدل کاسترو در کوبا رو به شکل بلانکیستی تایید میکنه، یعنی به شکل یک گروه نخبه، یک گروه چریکی که میتونه حق داره که مشروع از نظر ایشون که یک گروه 6 نفره هم حتی میتونن برن قدرت رو بگیرن و بعد شروع کنن به انجام وظایفی که تو برنامه هاشون هست. این اون کاری که خودشون در نظر دارن بکنن، منتها چون با مشت چریکی رو قبول ندارن، خب روش‌های دیگه‌ای از جمله مثلا رأی، مثلا پارلمان، که البته این قبلا تو بحث‌های خود منصور حکمت هم گنجانده شده بود که ما میتونیم قدرت رو بگیریم از طریق رأی مثلا 3 میلیون، تازه فرق هم نمیکنه رأی چه کسانی، میتونه رأی هر کسی باشه. بنابراین حالا من زیاد تو این نمیتونم بیشتر از این وارد این موضوع بشم، ولی میتونم اینو بگم که این تناقضات مخصوص این گرایشات سانتریستیه که تا جایی که میخواد با چپ سنتی مرزبندی کنه، میاد اسطوره بورژوازی ملی رو نقد میکنه، چپ خلقی رو نقد میکنه، ولی از یه طرف ناچار میشه در واقع در کوبا سراغ یک پدیده به اصطلاح نامشخصی رو بگیره. اگر که فیدل کاسترو یک سوسیالیسته، خب بی پرده باید ازش دفاع بکنید. اگر یک سوسیالیست نیست، یک انقلابی نیست، بدون هیچ به اصطلاح حاشیه‌ای باید نقد مارکسیستی بکنید بهش. ولی ترکیبی از این دو در واقع ملغمه میشه که این حزب تعریف میکنه و بحثاشون رو تعریف میکنه. مثلا خود حمید طوایی مثلا دیگه در مرکز رهبر لیدر این حزب در واقع یک توصیف سوسیالیستی داده در کوبا به واسطه حمله آمریکا. اسم امپریالیسم هم نمیاره، میگه آمریکا در واقع به این کشور حمله میکنه و این تحت محاصره و فلان داره، پس بنابراین از این به این نتیجه میرسه لابد تو یه انقلاب سوسیالیستی چیزی شده، تو انقلاب کارگری شده تو در کوبا. در صورتی که وقتی که به طور جداگانه بحث میکنن، اساساً کنسپت امپریالیسم و مبارزه با امپریالیسم و تمام این موضوعاتی که به امپریالیسم برمیگرده کاملا میذارن کنار، یعنی اینا رو در واقع چپ سنتی توصیف میکنن. ولی تا جایی که به کوبا مربوطه اسم امپریالیسم میاره وقتی بلکه اشاره میکنه به مثلا آمریکا، مثلا تحریم های آمریکا یا غرب. مثلا که آمریکا خب یک کشور منطقه جغرافیایی تشکیل شده از کوه و آب و دریا و دشت و اینا،
اینا که نمیتونن بیان مثلا حمله کنن به کوبا، مگر اینکه حکومت آمریکا، خب حکومت آمریکا باید بالاخره با یک سری خصوصیاتی معرفی بشه، یک سرمایه‌داریه یا نه. اگه سرمایه‌داریه تو چه حدی، چرا میتونه این کارا رو بکنه؟ لابد قدرتمنده، لابد یک سرمایه‌داری انحصاری، و بنابراین میرسه به همون امپریالیسمی که نمیخواد در کلام بگه، چون دوچار یک سری تناقضات جدیدی میشه. بنابراین جریانی که بورژوازی ملی رو در جایی نقد میکنه و نفی میکنه، ناچار میشه یک نسیم سوسیالیسم ملی پیدا بکنه، یعنی سوسیالیسم رو در چارچوب یک کشور پیدا بکنه و یا نسیمی به اصطلاح از سوسیالیسم. به دلیل چی؟ به دلیل اون اتفاقاتی که افتاده اونجا. یعنی این اتفاقاتی که افتاده و یا به هر حال مطالباتی که محقق شده اونجا، نقطه اشتراک این جریان سانتریستیه با سایر جریانات چپ‌های سانتریستی که از یک مجموعه ای از وظایف انجام شده در کوبا به یک سری نتایجی میرسن که اون نتایج بیشتر اینا رو سردرگم میکنه. مثلا میان به این اشاره میکنن که در کوبا مثلا بیسوادی ریشه کن شده، بهداشت و درمان در حد بسیار بالایی قرار داره. اینجا مثلا به خصوص آقای بهروز فراهانی مثلا یه سخنرانی ازش گوش کردم که با چه احساس و شوقی در واقع از این دستاوردها دفاع میکنه و اونا رو در قیاس با مثلا کشور فرانسه میذاره. یعنی مثلا رشد پزشکی و بهداشت در کوبا رو در قیاس با خود فرانسه در نظر میگیره و به این دلیل به این نتیجه میرسه یک چیز قابل دفاعیه. خب سوال بلافاصله پیش میاد، پس چرا از خود فرانسه نباید دفاع کرد؟ لابد فرانسه کشور سرمایه‌داریه و کوبا نیست. اینا اونجاییه که اینا متوقف میشن. چرا نباید به دلیل این رشد و پیشرفت از کشورهای مشابه دارای همین پیشرفت دفاع کرد؟ چرا نه؟ هیچ جوابی نمیتونه وجود داشته باشه به جز اینکه حکومت در کشورهای نظیر این مثل فرانسه حکومت‌های سرمایه‌داری هم، ولی حکومت در کشور مثلا کوبا دیگه حکومت سرمایه‌داری نیست. بنابراین دستاورد در این حکومت قابل دفاعه، همون دستاورد در سوئد مثلا قابل دفاع نیست. حالا اینجا باز این تناقضات دوباره برجسته تر میشه، ولی مثلا فرضاً آقای مصطفی صابر تا جایی که به یونان، کشور یونان برمیگرده پس از قدرتگیری سیریزا، مثلا میگه که بهار سوسیالیستی در یونان آغاز شد، ولی در مورد کوبا ناچار میشه بگه این یک سرمایه‌داری دولتیه و بعد منتها نمیشه از این دستاوردش دفاع نکرد. دفاع از دستاوردها اون وقت مخدوش باقی میمونه، یعنی معلق میمونه. یعنی دفاع از دستاوردها یعنی ما باید از خود حکومت کوبا هم دفاع کنیم، اگر نه پس چرا این دستاوردها رو مطرح میکنیم؟ اینجا یک سردرگمی بین این جریانات چپ به وجود میاد که خب بحث مفصلی اگر مایل باشید میتونیم به اونا بپردازیم. ممنون رفیق علیرضا. به طور مشخص این سردرگمی که شما عنوان کردید لطفا میشه در مورد این بیشتر توضیح بدید؟ در واقع این سردرگمی ها خیلی متنوع، خیلی گسترده است. ما تا جایی که به وقتمون اجازه بده و مسئله مهمترش رو بهش میپردازیم. مثلا اینکه از حمله آمریکا در جاهایی، مثلا تا جایی که به طیف کمونیست کارگری مربوطه، اونا از حمله آمریکا حرف میزنن نه امپریالیسم، ولی تا جایی که به طیف سانتریستای غیر از کمونیست کارگری برمیگرده، اونا فاکتورشون در واقع حملات و تحریم‌های امپریالیسم علیه کوباست که به این نتیجه میخوان برسن و یا این نتیجه رو الغا بکنن که پس بنابراین حکومت کوبا یک حکومت قابل دفاعه. در صورتی که ما این حملات و این تحریم‌ها رو راجع به خیلی کشورهای دیگه داشتیم. عراق این آخری اصلا سقوط کرد، سوریه همین الان این مسائل مطرحه و یا خود ایران که تحریماش هنوزم جاریه.
ما از این تحریم‌ها باید به چی برسیم؟ به چه نتیجه‌ای؟ به اینکه یک حکومتی در رویارویی با امپریالیسم، یک حکومت انقلابی تلقی میشه. مسلماً این یک انحرافه و یه انحراف ساده‌ای هم نیست. در واقع نوعی اشاعه رفرمیسم و انحراف در جنبش کارگریه و به هر حال مخدوش کردن خطوط برجسته سوسیالیستی برای رویارویی با سرمایه‌داری. اینا باید کاملا مشخص بشه. همونطور که اول صحبتم گفتم، مرگ فیدل کاسترو در واقع این جور موضوعاتی که مسکوت مونده بود، دفاع از انقلاب مرحله‌ای، دفاع از انقلاب دموکراتیک و نظایر این رو برجسته تر کرد. به عبارت دیگه پس از سالها از شکست که استالینیسم، دیگه کسی نمیتونه با اون شرایط، با اون قدرت سابق بیاد از انقلاب مرحله‌ای دفاع بکنه، مگر دیگه کاملا در صفوف ضد انقلاب خودش قرار داده باشه که بیاد با اون صراحتی که در اوایل انقلاب بود انقلاب و مرحله بندی رو به اصطلاح مطرح بکنه، اول انقلاب دموکراتیک و سایر انقلابات بعدش. نمیتونه دیگه اینجوری صحبت بکنه، ولی به این معنی نیست که نقدی به این تمایلات و گرایش خودش داشته، بلکه اینا مسکوت مونده، سکوت کردن و این سکوت زمان گذشته و غباری بر روی این اوضاع نشسته. مرگ فیدل کاسترو در واقع یه بادی بود بر روی این غبار که این خصوصیات دوباره برجسته بشه. جریاناتی که مدعی سوسیالیستان در واقع گرایشات رفرمیستی درون طیف چپ، از جمله مثلا راه کارگر، بحثایی که صورت گرفته آقای محمد شالگونی و غیره، دقیقاً از همین نوع مسائل استفاده میکنن که در جایی که نمیتونن بیان به صراحت از انقلاب دموکراتیک دفاع کنن، میان به شکل دفاع از کوبا چنین الگویی رو مطرح میکنن و طبقه کارگری که فرض کنیم بخواد شنونده این نظرات باشه و دنبال روی این تئوریا باشه رو گیج میکنن بدتر از قبل. اگه یعنی ما این نظرات رو برگردونیم به مقطع، مثلا نظرات آقای شالگونی رو یا بهروز فراهانی رو برگردونیم به مقطع مثلا اوایل انقلاب، دوباره همون اتفاقات میفته. بر این اساس، بر اساس همین تفکرات، همین تحلیل ها از کوبا بخوایم تعمیمش بدیم به شرایط سال 57، دقیقا همون اتفاقات میفته. یک جریان ضد امپریالیستی در رویارویی با امپریالیسم داره قدرت میگیره، بنابراین باید ازش دفاع کرد، دستاوردهایی هم لابد داره و الی آخر. و بنابراین به همون نقطه باز اول برمیگردیم، میبینیم که مرور زمان در واقع باعث شده نظرات این گرایش های طیف در واقع راست درون جنبش کارگری یا جنبش چپ در واقع عقب نشینی بکنن، و اگر نه موضوعی نیست که خودشون در کشاکش پراتیک انقلابی به نتایجی رسیده باشن، بلکه دقیقا نتایجش همون نتایج سابقه منتها مسکوت باقی گذاشته شده. حالا در رابطه با مرگ کوبا یه دفعه برجسته شد. مثلا ما سراغ داریم که عده زیادی از همین طیف از یک سری مسائل دفاع میکنن در کوبا، مثل همون ریشه کن کردن بیسوادی، سطح درمان بهداشت بالا و غیره. ما میگیم خب ما باید اینا رو به چه حساب چی بذاریم؟ اینجور دستاوردهای یک انقلاب سوسیالیستیه. اگر آره، آیا انقلاب سوسیالیستی با ارائه چنین دستاوردهای محقق میشه؟ اگر آره، خب ما همین الان از این بیشترش هم میتونیم پیدا بکنیم و از این گذشته مثلا در شوروی استالینیستی هم همین وضعیت بوده، در صورتی که تحت اون حکومت بوروکراتیک بعضن که میگفتن سرمایه‌داری دولتی در واقع سوسیالیسمی وجود نداشته. اگر اینو بگیریم انقلاب مثلا دموکراتیک، این جریانات باید توضیح بدن که این تدارک برای انقلاب دموکراتیک رو آیا پیشنهاد میدن به جنبش کارگری ایران؟ یعنی آیا این شرایط کوبا رو به عنوان یک پیشنهاد برای مثلا کشوری مثل ایران، افغانستان یا کشورهای نظیر خود کوبا در آمریکای لاتین در نظر دارن که یک انقلابی صورت بگیره
یک سلسله مطالبات دموکراتیکی هم محقق بشه ولا غیر. اگر اینه، بنابراین ایشون این طیف در واقع همچنان بر اون اعتقادات گذشته خودشون در رابطه با انقلاب مرحله‌ای استوار و پاورجا هستن و معتقدن که ابتدا باید یک انقلاب دموکراتیک صورت بگیره که بتونه تمام اون شرایط لازم برای انقلاب سوسیالیستی رو آماده کنه و بسترش رو فراهم کنه و بنابراین کوبا هم یه همچین شرایطه. صرف نظر از انتقادهایی که به فیدل کاسترو دارن مثلا در این یا اون موردش، ولی به طور کلی این اعتقاد اگر اینه که باید اینا به صراحت بگم ما به انقلاب مرحله‌ای معتقدیم و بنابراین کوبا هم یک کشور به اصطلاح یک انقلاب کوبا رو یک انقلاب دموکراتیک بدونن. اگر این هست حالا ما وارد یک تناقض تازه تر میشیم که اون تناقض دیگه خیلی جالبه. رفیق علیرضا، کدام تناقض؟ آیا اعتقاد به انقلاب دموکراتیک با چیزی در تناقض قرار میگیره؟ لطفاً در مورد این یک مقدار بیشتر توضیح بدید. دقیقاً اتفاقاً همین تناقض مطرح میشه وقتی که این دوستانی که از انقلاب کوبا به مثابه یک انقلاب دموکراتیک دفاع میکنن، اونایی که میگن خب به صراحت میگن نمیتونن در واقع هیچ کس، من به ندرت شنیدم، شاید حتی حزب توده هم ندیدم جایی یا نشنم به هر حال که معتقد باشه در کوبا سوسیالیسم مستقر شده. دیگه اون وقتی اینو بگه دیگه بحثش کاملا جدا میشه. ولی به هر حال طیف چپی که داره به شکل سانتریستی یکی به نل یکی به میخ از فیدل کاسترو و کوبا دفاع میکنه، اینا معتقدن که در واقع از انقلاب دموکراتیک، وقتی از دستاوردهای دموکراتیک دفاع میکنن باید از انقلاب دموکراتیک کوبا هم در این حال دفاع بکنن و اینا به این تناقض میرسن که اگر از نگاه مارکسیستی بخوان به انقلاب دموکراتیک توجه کنن، صرف نظر از این که در واقع در دیدگاه های مارکسیستی این موضوع سالهای سال است که دیگه اقلا پس از انقلاب 1917 اکتبر 1917 دیگه این موضوع منتفی شد، پدیده‌ای به اسم انقلابات بورژوا و دموکراتیک دیگه برای همیشه کنار گذاشته میشه. ولی اگر که این طیف بخواد به اصطلاح اینو به عنوان انقلاب دموکراتیک از نگاه مارکسیستی بهش نگاه بکنه، خب لازمه توضیح بدن که بنابراین این انقلاب باید بسترساز انقلاب سوسیالیستی باشه دیگه، یعنی انقلاب دموکراتیک شده در کوبا تا شرایط انقلاب سوسیالیستی رو فراهم بکنه. ما در اینجا باید اولا از ایشون سوال بکنیم، از این به اصطلاح نظریه پردازان طیف چپ سانتریست که رهبری انقلاب دموکراتیک در کوبا بر اساس اون نگاه های مارکسیستی یا لنینیستی در واقع باید مشخص بشه به عهده چه کسی بود. خب منشویک‌ها معتقد به انقلاب دموکراتیک بورژوا دموکراتیک بودن ولی به رهبری خود بورژوازی. این بولشویک‌های قدیم هم به انقلاب بورژوا دموکراتیک اعتقاد داشتن اما به رهبری طبقه کارگر. دوستانی که از فیدل کاسترو دفاع میکنن به عنوان رهبر انقلاب دموکراتیک در کوبا باید مشخص کنن که فیدل کاسترو نماینده کدام طبقه اجتماعی در کوباست و یا رهبری این انقلاب به عهده کدام طبقه اجتماعی در کوباست. به طور مشخص‌تر این سوال باید جواب بدن. بدیهی است که فیدل کاسترو نمیتونه رهبر طبقه کارگر کوبا باشه که اگر چنین بود بنابراین باید تدارک انقلاب سوسیالیستی رو دست خود فیدل کاسترو میشد دید که استارت بزنه، تدارک ببینه. بنابراین فیدل کاسترو نمیتونه رهبر طبقه کارگر در کوبا باشه بلکه رهبر کشور کوباست، در واقع شامل همه اقشاری که در کوبا هستن و این یک رهبری مادام العمر هم داشت. بنابراین اگر انقلاب کوبا یک انقلاب دموکراتیکه باید میتونسته که شرایط انتقال به سوسیالیسم فراهم بکنه و بنابراین این دوستان به جای که بیان آمار بهداشت و درمان و اینا رو در کوبا مشخص کنن
بهتره بیان توضیح بدن در مورد آماده شدن شرایط انقلاب سوسیالیستی در کوبا. بنابراین به طور مشخص میشه سوال کرد اگر که در کوبا مثلا طبقه کارگر بخواد بیاد انقلاب سوسیالیستی بکنه، کدام نیروی اجتماعی مانعش میشه؟ در تقابل با طبقه کارگر قرار میگیره. بدیهی نباید فیدل کاسترو باشه، چون که فیدل کاسترو در واقع داره تدارک میبینه همین انقلابو. پس اون نیروی اجتماعی درون کوبا که میاد رویارویی میکنه با طبقه کارگر برای انقلاب سوسیالیستی، کدام نیروی اجتماعیه؟ به عبارت دیگه اگر همین امروز طبقه کارگر، یعنی در مقطع حیات فیدل کاسترو طبقه کارگر کوبا وارد انقلاب سوسیالیستی میشد، یقینا باش تقابل صورت میگرفت، ارتش و یا هر امکاناتی که در تقابل با طبقه کارگره. اونا به رهبری چه کسی صورت میگرفت؟ آیا انقلاب دموکراتیک شده برای تقابل با انقلاب سوسیالیستی، یا برای بستر و برای فراهم کردن شرایط انقلاب سوسیالیستی؟ اگر برای آماده سازی شرایط انقلاب سوسیالیستی شده، چرا رهبریش به دست خود طبقه کارگر نیست؟ آیا این یک انقلاب دموکراتیک به روش منشویکیه که مثلا کرنسکی و میشه گفت آره فیدل کاسترو مثلا در شرایط خود دولت کرنسکی باشه؟ در این صورت این دوستانی که ازش دفاع میکنن منشویکا هستن اگر برگردونیم به شرایط 1917. برای اینکه خب منشویکا هم دقیقا همین تضاد میدادن، دنبال شرایط دموکراتیک، انقلاب دموکراتیک بودن و اینو محقق شده دیدن و از حکومت بورژوایی کرنسکی دفاع کردن و حتی در اون شرکت کردن در این دولت. بنابراین این اون تناقضاتیه که این طیف باش به اصطلاح سر و کله باید بزنه و باید اینا رو حل بکنه که اگر که این انقلاب این مرحله دموکراتیکه، نقطه انتقالش به انقلاب سوسیالیستی چیست؟ شما به دو گرایش کلی در طیف چپ اشاره کردین، اما لطفاً بفرمایید که این تحلیل مارکسیست در این مورد چی میتونه باشه؟ بله، در مورد تحلیل مارکسیستی نسبت به شرایط کوبا و فیدل کاسترو در واقع میشه به یک مسائل مهمی اشاره کرد که در گذشته بر سر اینا بحث‌های بسیار مفصلی شده، ولی در هر حال اگر که انقلاب کوبا رو ما یک انقلاب دموکراتیک فرض بکنیم، سرانجام این انقلاب دموکراتیک اگر نتونه به انقلاب سوسیالیستی منجر بشه، لزوماً به تقابل با انقلاب سوسیالیستی منجر خواهد شد. چیزی بین اینا نیست. برای ابد نمیتونه یک انقلاب دموکراتیک باقی بمونه. یا باید از این که هست فراتر بره و اون راهی نیست به جز الغای مالکیت خصوصی و آغاز ساختن ساختمان سوسیالیسم، و یا باید برگرده به شرایط گذشتهش که در کوبا در واقع ما شاهد این صحنه هستیم، به شرایط نئولیبرالیسم و انطباق خودش با سیستم جهانی سرمایه‌داری. راه سومی وجود نداره. این دوتا راه فقط مطرحه. اگر کوبا در پروسه حیاتش تا کنون بارها به اصطلاح سازش هایی کرده با سرمایه‌داری و یا عقب نشینی هایی کرده، ممکنه حالا طرفدارانش بگن خب اینا تاکتیک هایی که لازم دولت ها باید با هم مراوده داشته باشن و چه، ولی در واقع باید نشون بده که تمام این مراحل در خدمت تدارک انقلاب سوسیالیستی در کوبا بوده. تو بحث گذشتم اشاره کردم که چنین چیزی نیست. طبقه کارگر در کوبا به شکل یک طبقه حتی متشکل نشده. یک حزب کمونیست بوروکراتیکی وجود داره در کوبا. طبقه کار یعنی یک حزب انقلابی به مثابه حزب لنینی در کوبا اصلا وجود نداره. امکان شکل گرفتنش نبوده تا بتونه مثلا جنبش طبقه کارگر رو رهبری کنه. اگر فیدل کاسترو میتونسته مهیا کننده یا هموار کننده این مسیر انقلاب سوسیالیستی در کوبا باشه، باید در واقع بین الملل پنجم رو تو همون کوبا استارت میزدن، شرایط ایجاد بین الملل پنجم رو فراهم میکردن برای اینکه دقیقاً
از طریق یک حمایت وسیع انترناسیونالیستیه که امکان تدارک انقلاب سوسیالیستی و در واقع سر پا موندن این انقلاب مهیا میشه. ولی فیدل کاسترو چنین موضوعی نداشته. روابط بوروکراتیکی داشتن با متحدین خودشون، با اقمار شوروی، حزب توده و فلان، ولی ربطی به انقلاب به اصطلاح انترناسیونالیسم پرولتری نداره. در نتیجه انقلاب دموکراتیک در واقع اگر نتونه شرایط فرارفتن از سطح خودش رو فراهم کنه، نمیتونه در حالت خنثی و نه این نه آن هم باقی بمونه و به اصطلاح شرایط ما قبل از خودش برمیگرده. ممکنه در کوبا مثلا دوباره بیسوادی رواج پیدا نکنه، این یک بحث جداگانه‌ایه، ولی به اصطلاح ریشه کن کردن بیسوادی و یا سطح بالای بهداشت و درمان لزوما به معنی پیروزی مرحله انقلاب دموکراتیک نیست، بلکه دستاوردهایی که اتفاقا در کشورهای پیرامونی نظیر کوبا و به هر حال آمریکای لاتین موضوعیه که چندان هم باعث عصبانیت امپریالیسم نمیشه و یا چندان هم باعث اختلاف با امپریالیسم نمیشه، برای اینکه دلیل ساده است. به این دلیل ساده که پتانسیل انقلابی در کل آمریکای لاتین فوق‌العاده بالاست و هر لحظه است که از هر گوشه یک انقلابی رخ بده. اگر این اتفاق همین پتانسیل رو بیاریم تو اروپا، ما شاهد این هستیم که در اروپا سالها پیش پس از جنگ جهانی دوم در واقع سوسیال دموکراسی اومد با ارائه رفاهیات اجتماعی، همون که یک بخشش در کوبا تازه اجرا شد، در واقع انقلابات سوسیالیستی رو عقب زد. اومد توضیح داد اگر سوسیالیسم یعنی اون چه که در شوروی هست و این یعنی بیکاری و رفع بیکاری و مسکن و یعنی برنامه حداقل در واقع که سنتا ازش به عنوان برنامه حداقل صحبت میکردن، آزادی های سیاسی، نمیدونم مسکن، پوشاک، نوشاک و مسائل شبیه این. خب سوسیال دموکراسی در اروپا این ارائه کرد، یعنی خیلی بیشتر از آنچه که در کوبا اجرا شد. اگر که مربوط به کشورهای اروپایی باشه، به هر حال سرمایه‌داری جهانی در شرایط احساس خطر در مقابل وقوع انقلابات سوسیالیستی این سوسیال دموکراسی رو دوباره علم میکنه و با این روش در واقع البته به کمک فاشیسم و چیزای مؤلفه های دیگه انقلابات سوسیالیستی رو عقب میندازه. اگر به کشورهای مثل ایران و خاورمیانه مربوط باشه یا با انقلابات مخملی در واقع اصلاحات و نافرمانی مدنی مسیر انقلابات سوسیالیستی رو مخدوش و مسدود میکنه و یا حتی با ایجاد انحرافات اساسی و به اصطلاح اشاعه ضد انقلابی در حد داعش و جریاناتی که به اصطلاح تحولات مصر رو به بیراهه کشوندن و یا لیبی و فلان. بنابراین تا این کشورهای آفریقایی به اصطلاح کشورهای آفریقایی اگه تا جایی که به کشورهای آفریقایی مربوط باشه، اونجا هم که مثلا گزینه‌هایی مثل نلسون ماندلا و روش‌های این گونه رو در واقع رواج میده تا گسترش انقلاب سوسیالیستی رو متوقف کنه و یا به هر حال کند کنه. ولی تا جایی که به کوبا و یا آمریکای لاتین مربوطه که پتانسیل انقلابی هم بالایی هم داره، به هر حال امپریالیسم چه چیزی بهتر از آنچه که فرضاً در ونزوئلا یا خود کوبا هست میتونه ارائه کنه که اولا انقلاب از این فراتر نره، به هر حال مبارزات از این بیشتر گسترش پیدا نکنه، ثانیاً بتونه اینو تحمل بکنه و باش کنار بیاد. اگر بخواد این کارو بکنه، در واقع بخواد مثلا فیدل کاسترو رو نابود بکنه، باید یه الگویی در مقابلش بذاره، در کوبا چیزی مستقر کنه که کوبا به وضعیت هایتی نرسه، وگرنه دوباره خیزش هایی که در هایتی و کل آمریکای لاتینه دوباره در کوبا خواهد بود دیگه. اتفاقا باید روش های
کوبا رو به اونجاها هم ارائه مثلا رواج بده، برای اینکه جلوی انقلابات اونجا رو با سطحی از رفاهیت دموکراتیک جلوشو بگیره. بنابراین چرا باید امپریالیسم در تقابل با این نوع انقلابات در کوبا باشه؟ برعکس به نظر من اتفاقا اگر که در هر جای آمریکای لاتین خیزش های صورت بگیره که بخواد تا سطح مطالباتی که در کوبا محقق شد متوقف بشه، این تمومه. به نظر من امپریالیسم حالا کاری نداریم به روش های به اصطلاح اون جدال ها و پولمیک های زرگری و فلانی که با هم دارم، ولی تو عمق قضیه این جنبش ها رو نابود نخواهد کرد، به ضرر خودشه، چون گزینه بعدی بعد اون وقت میاد رو. گزینه بعدی همون انقلاب سوسیالیستیه. به وسیله همین مسائل میتونه این انقلابات رو عقب بزنه و جنبش ها رو در حد مثلا یک چیزی به نام مثلا انقلابات بولیواری متوقف بکنه، مثلا موضوع ناسیونالیسم آمریکای لاتین مثلا در این حد متوقف بکنه. و بنابراین اتفاقا اینایی که دفاع میکنن از فیدل کاسترو، یکی از مهمترین فاکتاشون اینه که امپریالیسم 600 بار تلاش کرده فیدل کاسترو رو بکشه. حالا من نمیگم تلاش نکرده، ولی حماقت کرده، یعنی ضد منافع خودش اقدام کرده. چرا؟ برای اینکه به هر حال اگر میتونست یکی از این تلاش‌ها موفق بشه و فیدل کاسترو بمیره، و اگر منظور از کشتن فیدل کاسترو نابود کردن سیستم موجود در کوباست، صرف نظر از این موضوع که یعنی این سیستم وابسته است به شخص فیدل کاسترو، کشتن این نابودی اون سیستم، این یعنی اعماق یک دموکراسی. گیریم حالا فیدل کاسترو هم میکش، چرا باید سیستم کوبا از بین بره؟ مگر اینکه این سیستم دقیقاً تنیده شده باشه با بوروکراسی که فیدل کاسترو حاکم کرده بود. بنابراین اگر فیدل کاسترو کشته بشه، سیستمی که اونجا باید نابود بشه باید یه جایگزین داشته باشه. اون جایگزین نمیتونه چیزی باشه که بتونه رشد، یعنی در تامین کننده مطالبات مردم کوبایی باشه که در این سطح رشد از آگاهی هستن که الان هستن. بنابراین اونا نمیخوان از این که هست عقب تر برن، قطعا خیزش های وسیع تری صورت میگیره. بنابراین با یه همچین الگوهایی میتونن وقوع انقلابات سوسیالیستی در کشورهای آمریکای لاتین رو در واقع کند کنن یا متوقف کنن. ولی این مسئله در واقع اگر بخوایم رجوع کنیم به همون طیف چپ سانتریست که از یک سلسله مطالبات محقق شده به نتیجه دموکراتیک بودن و یا به هر حال دفاع از انقلاب کوبا و خود فیدل کاسترو میرسن برگردیم، دقیقاً روش های سوسیال دموکراسی رو پیدا میکنیم. اینجاست که به هر حال تکنیک ها و به اصطلاح روش های سوسیال دموکرات ها، سوسیال دموکراسی در دفاع از ایدئولوژی خودش، همون چیزی که این گرایشات راست از گرایشات رفرمیستی در درون طیف چپ منظورمه، اینا همه دنبال میکنه، از حزب کمونیست کارگری تا راه کارگر و سایری. به این معنی که به هر حال سوسیال دموکراسی کارش اینه که میاد به هر حال قوانین ارزشمند سوسیالیستی رو در نظر میگیره و سعی میکنه همونا رو در چارچوب نظام سرمایه‌داری پیاده کنه و به این ترتیب به این نتیجه میرسه که نیازی به انقلاب سوسیالیستی نیست. ما میتونیم قوانین ارزشمند سوسیالیستی رو در چارچوب نظام سرمایه‌داری پیاده کنیم. اونا چیست؟ بهداشت در رایگان، ریشه کن کردن بیسوادی، ریشه کن کردن مالاریا و نمیدونم ملخ و فلان و این چیزایی که به هر حال همین تقوایی هم خیلی اصرار داشت به بحثای اینجا، یعنی رشد بورژوازی از رفع به اصطلاح ریشه کن کردن مالاریا و نمیدونم ترحم و این چیزا به دست میاره. به هر حال سوسیال دموکراسی با این جور مقادیر سر کله میزنه، میاد میگه که یک سری به اصطلاح موارد کمی که قابل شمارشه رو به عنوان دستاوردهای تحولات خودش معرفی میکنه. اونا عبارت از اینه: مثلا 3000 مسکن ساخته شده برای بیخانمانان، نمیدونم 2000 شغل جدید ایجاد میشود و اینا رو میکنه در واقع یک همین به اصطلاح
درجات کمی دستاوردها رو میکنه به هر حال استدلالای خودش در تایید و به اصطلاح تحکیم ادعای سوسیال دموکراتیک خودش. همین کارو طیف چپ میکنه، دقیقاً با همون روش، با همون الگوها. اینا میان بلافاصله یک به یک به سراغ دستاوردهای دموکراتیک کوبا میرن و اینا رو میکنن دلایل اثبات دموکراتیک بودن، یا به هر حال چه میدونم هنوزم روشن نیست، دلایل اثبات سوسیالیست بودن که نمیتونه باشه، دلایل اثبات جامعه دموکراتیک حالا بگیم، یا جامعه فراسرمایه، معلوم نیست این تحلیلشون از این جامعه چی هست اصلا. به هر حال اینا میشه ملاکاشون، یعنی دست سوسیال دموکراسی حتی خیلی بازتر از این رفرمیست است، برای اینکه اون این دستاوردها رو میکنه دلایل اثبات استقرار سوسیال دموکراسی. این دوستان که میخوام بگم ما با سوسیال دموکراسی هم مخالفیم، بنابراین باید بگن انقلاب دموکراتیک اینا دستاورداشه و از این کمیت ها هم به عنوان دلایل اثبات استفاده کنن. منتها به اساس یک بحث مارکسیستی به کلی متفاوته، یعنی نمیاد از مقادیر کمی شروع بکنه مثلا از 3000 واحد مسکونی به نتیجه مثلا مطلوب بودنی ساختار برسه، بلکه میره به سراغ مسائل ریشه‌ای، مسائل طبقاتی، یعنی بحث‌های مباحثی که در واقع نظارت داشته باشه به الغای مالکیت خصوصی، رفع استثمار، ساختن ساختمان سوسیالیستی و نظایر اینا اون چیزاییه که از یک فرماسیون اجتماعی به نام سوسیالیسم خبر میده. سوسیال دموکراسی برعکس میاد نظام ارزشی سوسیالیستی رو در چارچوب سرمایه‌داری پیاده میکنه، بنابراین مجبوره با مقادیر کمی اینا سر کله بزنه و اونها رو مثال بزنه، در صورتی که یک تحول سوسیالیستی کاملا عکس این عمل میکنه، یعنی یک نظام رو از ریشه متحول میکنه، مالکیت خصوصی رو ملغا میکنه و شروع میکنه به ساختن و رهایی طبقه کارگر، نه خونه دار شدن این و اون 20 خونه این گرفته 60 کار اون پیدا کرده یا بهداشت درمان مجانیشه. اینا البته بدیهیات مشخصات بدیهی نظام سوسیالیستیه، ولی در واقع تازه مقدمات اینه و محقق نخواهد شد مگر اینکه بتونه در بستر سوسیالیستی قرار بگیره، یعنی بدون انقلاب سوسیالیستی کمترین مطالبات دموکراتیک حتی اگر محقق بشه شکست خواهد خورد و ما اینو شاهدیم در همین پروژه سوسیال دموکراسی. همون موضوعاتی که باعث شد انقلابات سوسیالیستی عقب بیفته، اون ارائه رفاهیات، همون هم پس از به اصطلاح کسب هژمونی و برتری کافی بورژوازی جهانی در واقع یک به یک پس گرفته میشه و به هر حال نئولیبرالیسم اومد همه اینا رو عقب زد. همین اتفاق برای کشورهایی مثل کوبا و یا هر کشوری که بخواد با ارائه به اصطلاح یک سری مطالبات دموکراتیک یا برنامه حداقل ارزاندام بکنه خواهد افتاد. بنابراین یا باید انقلاب سوسیالیستی بکنه و یا اصلا همه اینا هم که اگر اینا معیار یک به اصطلاح جامعه نوین و مترقیه، اینا هم از دست خواهد داد. و به هر حال همونطور که صحبت شد رفرمیست ها به این شکل در واقع میان شواهدی رو پیدا میکنن تا بتونن نسبت به کوبا مثلا توصیفات خاصی بکنن که منتهی بشه به دفاع بدون استدلال یا به دفاع بدون منطق از فیدل کاسترو. یعنی مدافع فیدل کاسترو نمیدونه چی شد یهو طرفدار فیدل کاسترو شد. اگه بخواد این برنامه رو دنبال کنه، این بحثا رو دنبال کنه، اگر اون مدافع فیدل کاسترو در ایران باشه وضع از این بدتره، یعنی طبقه کارگر ایران، برای اینکه اون شاهد صحنه‌هاییه که باید براش پاسخ بگیره. رفیق علیرضا، اتفاقا در همین مورد بحث‌های صورت گرفته و گفته میشه که دولت هر کشوری برای بقای خودش ناچاره که با سایر کشورها هم در ارتباط باشه و به این ترتیب فی نفسه اشکالی به روابط فیدل کاسترو با حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی نمیگیرن. نظر شما در این مورد رابطه چی؟ درست رفیق امید، اتفاقا این سوال بسیار مهمیه و درست موضوعیه که باید به این پرداخته بشه.
اتفاقا من هم دیدم از این بحث‌ها و از این جور مسائلی که این تیپ مسائلی که مطرح میشه در رابطه با کشوری که فرضاً انقلاب کرده یا به هر حال حق هر دولتی برای ایجاد رابطه دیپلماتیک با سایر کشورهای دیگه که این نمیتونه نقض اصول حکومت دموکراتیک یا حتی سوسیالیستی باشه. میتونن هر کشوری که انقلاب کرده حکومت پرولتاریا، حاکمیت طبقه کارگر، با سایر کشورها در روابط قرار بگیره، ملاقات کنن و بنابراین از این به این نتیجه یعنی اینو میذارم به حساب این که پس بنابراین خطایی صورت نگرفته در رابطه با حکومت فیدل کاسترو. منم با اینجور بحثا اقلا تو فیسبوک به اصطلاح مواجه شدم. اتفاقا در یه مورد بحثا از طرف کسی دیدم که در عین حال به یه زندانی سیاسی کارگر زندانی در زندان که نامه‌نگاری کرده مثلا به ILO ایراد میگیره، شما چرا این کارو میکنید؟ یعنی در واقع نقد میکنه این روش فعالیتو، ولی در مقام یک حکومت دیگه نقدی نداره، نامه‌نگاری که سهل، ملاقات هم جایز میشه. ولی حالا پاسخ مارکسیستی به این موضوع چیه؟ بدیهیه که یک حکومت کارگری ناچاره برای بقای خودش اداره امورات داخلی در روابط با سایر کشورها هم از سرمایه‌داری غیر سرمایه‌داری در سطح جهانی قرار بگیره، وگرنه که نمیتونه به هر حال اموراتش رو بگذرونه. بدیهیه که اینطوریه، ولی انواع پرنسیپ ها واسه این وجود داره، واسه این موضوع که باید حتما رعایت بشه. اگر فرض کنیم یک انقلابی صورت گرفته، طبقه کارگر در اونجا حاکم شده، بخواد با یک حکومت سرمایه‌داری رابطه دیپلماتیک برقرار کنه که منفعت اون حکومت کارگری در گروه تایید حکومت سرمایه‌داری در یک کشور دیگه باشه، به این معنی واضحه که به طبقه کارگر اون کشور پیام میده شما انقلاب سوسیالیستی نکنید، حکومت شما حکومت خوبیه. به این دلیل ما باهاش وارد روابط دیپلماتیک هم میشیم، ولی ما حق داشتیم انقلاب دموکراتیک بکنیم چون حکومت سرمایه‌داری ما خوب نبود. به این معنی خواهد بود طبقه کارگر حاکم در یک کشور، یک دولت کارگری میتونه بره با روابط دیپلماتیک برقرار کنه با هر کشوری که میخواد، ولی علاوه بر این که باید این روابط تضمین کننده منافع طبقه کارگر کشور خودش باشه، مطلقاً نباید آسیب زننده به منافع طبقه کارگر کشور روبرو باشه. بنابراین باید تمام تلاششو بکنه که طبقه کارگر کشوری که این حکومت کارگری در روابط دیپلماتیک با دولت سرمایه‌داری اون کشور قرار گرفته دوچار ابهام و توهم نشه که این رابطه به معنی اینه که این حکومت قابل تاییده. به هیچ وجه نباید این باشه و اون یا باید از طریق بیان صریح و واضح خصوصیات اون حکومت سرمایه‌داری اون کشور باشه و یا به هر روش دیگه‌ای به طبقه کارگر اون کشور توضیح داده بشه که این رابطه مطلقاً به معنی تایید حکومت سرمایه‌داری در کشور شما نیست. ما همچنان آماده ایم اگر شما انقلاب کنید، همین حکومتی که ما باش وارد رابطه دیپلماتیک شدیم و سرنگون بکنیم، ما از شما حمایت میکنیم، یعنی میایم پشت شما. هرچند این میتونه به روابط دیپلماتیکشون صدمه بزنه ولی چاره دومی نداره، وگرنه نقض غرض میشه اگر حکومت سرمایه‌داری به معنی موضوع سرنگونی حکومت تلقی بشه و به همین دلیل یک حکومت کارگری در یک کشور سرمایه‌داری انقلاب کرده، حکومت سرمایه‌داری رو در واقع سرنگون کرده. خب همینو باید به کشور دیگه هم توصیه کنه، نمیتونه به کشور دیگه بگه شما ولی این کارو نکنید. به عبارت خیلی ساده تر و روشن‌تر این که فیدل کاسترو نمیتونه در کشور کوبا رفاهیات اجتماعی ایجاد بکنه، نمیدونم بهداشت درمان فلان مجانی و الی آخر، حکومت دموکراتیک و چیزی به نفع طبقه کارگر برقرار کنه، اما بیاد با یک حکومتی که عمدتاً
به اصطلاح به عنوان فاشیسم اسلامی از اونم یاد میکنن بیاد در چنان مماشاتی قرار بگیره که طبقه کارگر ایران رو سردرگم کنه که اگه ما از توی فیدل کاسترو دفاع کنیم تکلیف اون با این حکومت چیه. یعنی به عبارت ساده تر اگه ما بخوایم همین حکومت جمهوری سرنگون بکنیم توی فیدل کاسترو کجا قرار میگیری؟ این اتفاق در مورد چاوز افتاد. خیلی ساده است. چاوز در واقع اومد برای حالا مسائل دیپلماتیک خودشون با احمدی‌نژاد رابطه بسیار حسنه گرفت، بغل کرد و همدیگر رو فلان، ولی ما درسی گرفتیم از طبقه کارگر. یعنی طبقه کارگر در ایران به هر حال جنبش کارگری در ایران جواب خیلی خوبی داد به این موضوع و اون این بود که فیدل کاسترو رفت تو ایران خودرو سخنرانی کنه. تا قبل از این به اصطلاح روبوسی و فلان کارگرای ایران خودرو آماده بودن برای استقبال از چاوز به دلیل فعالیتایی که تو ونزوئلا کرده، امکانات دموکراتیکی که فراهم کرده، جنبش کارگری پیشرفتایی کرده، به هر حال استقبال کنن و به هر حال وارد بحث و صحبت بشن با چاوز. ولی در قبل از ورودش به کارخونه ایران خودرو چاوز در واقع روبوسیاشو کرد، بغل گرفت، آغوش گرفت، به هر حال با احمدی نژاد همه روابطی که ربطی به روابط دیپلماتیک هم نداره رو اجرا کرد و بعد وارد کارخونه ایران خودرو شد و کارگرای ایران خودرو هم پشتشون کردن به چاوز، ترک کردن سال به اعتراض این موضوع. یعنی به کسی که میتونست ازش حمایت کنه، یعنی به مراتب جلوتر، این کارگرها به مراتب جلوتر از مدعیان دفاع از فیدل کاسترو، مدعیان چپ و نمیدونم سوسیالیستی که از فیدل کاسترو دفاع میکنن، این کارگرای ایران خودرو به مراتب جلوتر بودن از اینا و نشون دادن که نمیتونن در واقع از رئیس یک دولتی دفاع کنن که با رئیس دولتی که باش میجنگن داره روابط اینجوری هم آغوش هم دیگه گرفتن و اونو به این شکل داره تایید میکنه. نمیتونی، تناقضه. بنابراین اگه بخوایم پاسخ بدیم به این سوال پس تکلیف چیست؟ آیا اصلا نباید رابطه ایجاد کرد؟ بدیهیست که باید رابطه ایجاد کرد، ولی در چارچوب منافع طبقه کارگر هر دو کشور. نباید منافع طبقه کارگر کشور سرمایه‌داری آسیب بخوره. اون رابطه ای که میتونه به منافع طبقه کارگر کشور انقلاب کرده کمکی کرده باشه. و از این گذشته رابطه دیپلماتیک تعریف شده است. ما نمیدونیم مثلا اگه اوباما بخواد بره ملاقات کنه با خامنه ای همون کارو نمیکنه که فیدل کاسترو کرد. اوباما نمیره مثلا بر سر قبر خمینی گل بپاشه، نمیدونم همدیگر رو بغل کنن، سخنرانی کنه که این آدم ساده میزیست و نمیدونم مثل فرعون نبودن، این حرفا نمیاد. میرن یک هیئت دیپلماتیک از کشور کوبا، آمریکا یا هر جای دیگه میره با یه هیئت دیپلماتیک در ایران مذاکره میکنن در مورد روابطی که میخوان برقرار کنن، نقطه سرخط. ولی بیش از این در واقع اینا نمایش سازش و مماشاته. در واقع اینا دارن یک جبهه میسازن به اصطلاح علیه امپریالیسم که اونجا دیگه ناچار میشه فراتر از این هیئت دیپلماتیک عمل کنه. رهبر کوبا پا میشه میره بغل رهبر جمهوری اسلامی رابطه‌ای برقرار میکنه که انگار نه انگار این رهبر هزاران نفر از زندانیان تو دهه 60 رو قتل عام کردن. فیدل کاسترو راجع به اینا هیچ صحبتی، هیچ سوالی نمیکنه. نمیپرسه جنبش کارگری در ایران در چه شرایطی، آیا اینجا تشکل مستقل هست، آیا من میتونم با نمایندگان کارگران در اینجا ملاقات کنم، از این بحثا نمیکنه. من که اصلا موضوعیتی براش نداره. در واقع توی یک کادر سرمایه‌داری، توی یک رابطه زد و بند و معامله و مماشات و سازش سرمایه‌داری دارن بلوک بندی میکنن. چاوز و نمیدونم کاسترو اینا میان در کنار جمهوری اسلامی، صدام حسین، قذافی، اینا به هر حال یک جبهه‌ای رو میسازن برای کسب امتیاز طبقاتی از امپریالیسم. ولی این به این معنی نیست که قرار جنبش کارگری در این کشورها رشد بکنه پس از کسب این امتیاز، بلکه به معنی تثبیت حاکمیت این حکومت‌های در واقع سرمایه‌داریه که در کشورهای پیرامونی به این شکل خودشون رو بروز میدن، به شکل مثلا معترض به امپریالیسم. ولی این به کلی متفاوته با به اصطلاح اون اعتراضی که طبقه کارگر به امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری انحصاری داره. این به طور کامل با اون متفاوته.
بنابراین اینا در واقع در حال اصطلاحاً به طور متداول میگن لاس زدن با امپریالیسم هستن و به هیچ وجه این یک جدال ضد سرمایه‌داری یا ضد امپریالیستی نیست و چقدر ساده لوحه کسی که بخواد از این اعتراضات در واقع به نتیجه مبارزه ضد امپریالیستی فیدل کاسترو برسه. به کلی این موضوع غلطه و غیر مارکسیستیه به این دلیل ساده، یا حداقل به این دلیل که ممکن نیست یک مبارزه ضد امپریالیستی جدا باشه از مبارزه ضد کاپیتالیستی و اگر که فیدل کاسترو قرار بود ضد امپریالیست باشه باید پیش از اون ضد سرمایه‌داری باشه و اگر قرار ضد سرمایه‌داری باشه باید کلی مسائلی که مرتبط با مثلا ضدیت با سرمایه‌داری و نابودی سرمایه‌داری در کوبا را به اصطلاح اجرا کنه و مجری اون باشه، در صورتی که ما در کوبا اولا طبقه کارگر رو حاکم نمیبینیم بلکه فیدل کاسترو رو میبینیم و بعدم به طور مخدوش معلوم نیست که میخواد طبقه سرمایه‌داری رو نمایندگی کنه، بخش بوروکراسی سرمایه‌داری رو نمایندگی کنه. افتخارشون هم به اینه و این طیف چپ هم از این آمارا میارن که یک خیابون به نامش نبود، یک مجسمه به نامش نبود. خب نبود که نبود، اینا به چه معنیه؟ خب ازش یه حکومت به نامشه برای ابد. خب معلومه آدم که حکومت به دستش میفته خیابون میخواد چی کار، به نامش مقبره باشد یا نه، کل موضوع در اختیار داره. اینا چه استدلالای سطحیه که این طیف میکنن؟ در صورت برای جنبندی این بخش از صحبتم من باید بگم که بله، یک هیئت دیپلماتیک وارد مذاکره با یک دولت در یک کشور دیگه میشه و جلو دوربین ها، جلو تا جایی که به یک کشور انقلابی، یک کشوری که با حکومت کارگری اونجا مطرح مربوط هست، به این شکل خواهد بود. اونجا جلو دوربین ها، جلوی مطبوعات هیچ چیز پشت پرده و زد و بند و اینای وجود نداره و خیلی از موارد حتی مشروط میشه به این که اون حکومت سرمایه‌داری مثلا جلوی تعرض خودش رو به جنبش کارگری بگیره، اگر هزاران نفر زندانن حتی تحریم بشه، صرف نظر بشه از ایجاد چنین روابط دیپلماتیک. تمام اینا باید در واقع رعایت بشه. ولی فیدل کاسترو در واقع کاری میکنه که یک حکومت سرمایه‌داری نمیکنه. نمیدونم فهد از عربستان نمیره ایرانی همچین حرفایی برای فیدل کاسترو، برای خامنه‌ای یا برای خمینی بزنه که فیدل کاسترو زد یا چاوز زد. ولی این در واقع خلط مبحثه و فرصت طلبیه که بخواد کسانی از این فاکتورها صرف نظر بکنن، اینا رو نادیده بگیرن تا بتونن به این برسن که مثلا تحلیلشون از وضعیت کوبا این باشه که انقلاب کوبا قابل دفاع و دموکراتیکه. با تشکر از شرکت شما رفیق علیرضا بیانی در این مصاحبه. به هر حال من تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتید و ممنون از بینندگان عزیز که به این بحث توجه کردن. با تشکر. بینندگان و شنوندگان عزیز از اینکه تا این لحظه با ما بودید متشکریم. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده، بدرود.